العین حقون، چشم حق است گفتند، یعنی چشم البته زهر چشم میرسد. و اگر ما و شما آخری سوره نون هم که خوانیم، تفسیر همین ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یکاد الذین کفروا لیذقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. انا همین آیه حسن بصری میگوید که خاص در باب چشم آمدگی هست که آخری سوره نون است، از پاره 29 از قرآن است. و حتی حبیب خدا حدیث دارد که چشم بعضی از آدمها را در قبر جا میکنند و چشم گفت از پیغمبر بعضی از اشتر را در دک جا میکنند. این حدیث پیغمبر است که چشم اشتر را در دک و انسان را در قبر جا میکند. یعنی البته زهر چشم وجود دارد، لیکن برای این مردم ما و شما مهره چشمی میگرفتند. доруҳо барои простатит, барои шаҳватро зиёд кардан, барои фарбеҳ шудан ё ин ки хароб шудан, барои ришро ғафз кардан, барои ҳамхобагиро зиёд кардан, барои дарди дил, рӯда, жилудка ва инчунин шампунҳои гуногун, ҳиҷома, фитабочка ва дигар доруҳое ки дар рӯи навор мебинед, қуръонҳо, ҷойнамозҳо, танҳо ҳамааш барои шумо. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро аз шаҳри москва доранд, барои шумо беҳтарин компанияро тавсия медиҳем. компания дорои мошинҳои замонавӣ аст. шуморо омада аз ҷои зистатон гирифта ба сарҳади қазоқистон бурда ва соғ саломат бо хости аллоҳ оварда мерасонанд. дар документҳо ягон мушкилӣ бошад худашон ҳал мекунанд. ва хубии компания дар ин аст ки барои занҳо имконияти рафтанро дода аст бо мошинҳои махсус ва ронанда зан باشد. اگر چنده که انسان بیگناه هیچگاه حیات بردن نمیتواند، چگونه که حبیب خدا گفتن کل بنی آدم خطاؤون و خیر خطائین التوابون. تمام فرزند آدم خطاکار است، هر کسی که نباشد. فقط معصوم از گناه این پیغمبرها بود. همه بشر، همه انسان بی خطا و بی گناه نمی شود، لیکن حبیب خدا گفتند بهترین خطاکارها آن کسانی هستند که اگر توبه کننده به سوی پروردگارشان باشند. حضرت عبدالله ابن عمر یک خدمتگار داشت. باری میگوید همین خدمتگار چی گناهی را صادر کرد. در حال نزد حضرت عبدالله آوردند، فرزند حضرت عمر. گفتند ای عبدالله، این خدمتگار تو چنین گناهی را انجام داد. حضرت عبدالله در حال یک چوب آداب برداشتند، خواستند با چوب این انسانی که گناه کرده است او را آداب دهند. این خدمتگار چی گفت؟ ای عبدالله، گفت به حق آن خدایی که تو را آفرید آیا تو بار گناه نکردی؟ گفت البته من گناه کردگی هستم، من یک بنده گناهگار هستم. گفت در حال بعد گناه پروردگار تو را عذاب کرد؟ گفت نه، عذاب نکرد. پروردگار تو را مهلت داد، پس برای من هم مهلت بده. این گناهی که کردم دوم بار گفت تکرار نمی کنم. از من یک مدتی گذشت، باز این غلام میگوید گناهی کرد. باز نزد حضرت عبدالله آوردند، گفتن عبدالله، این خدمتگار تو، این غلام تو چنین گناهی را انجام داد. حضرت عبدالله وقتی که برداشت یک خیمچه را تا که او را آداب دهد، باز همون سخن اوله را این غلام تکرار کرد. گو به حق آن خدایی که ما و تو را ای عبدالله آفرید بار از تو گناه سر نزد. گو سرزدگی هست. گو به حق آن پروردگار گفت مرا هم ببخش. گفت چگونه که بنده را میبخشد دیگر از من گفت این گناه سر نمیزند.
وقتی دفعه سیوم هم که این غلام میگد گناهگار شد، گناه را صادر کرد، جنایتی را برپا کرد، وقتی نزد عبدالله آوردن، حضرت عبدالله خواست که او را آداب دهد، این غلام میگد سکوت کردن، خاموش ایستادن. عبدالله گفتن چرا نمیگویی آن حرفهایی که اول گفتی، دوم بار گفتی، چرا سوم بار گفت تکرار نمیکنی؟ گفت عبدالله گفت دیگر از این 3 باری که من گناه کردم دیگر شرم دارم که نزد تو عذر خواهی کنم. صاحب کتاب میگوید وقتی که یک بنده از بنده که شرم کند از بسیاری گناه خود، باید که بنده نزد پروردگارش از بسیاری گناه شرم کند. این معنای را ندارد این توبه‌ای که من برای شما حکایت کردم که اینقدر رحمت پروردگار وسیع هست شما را میبخشد، این معنای را ندارد که شما ترک نماز کنید گویید خدا میبخشد. شما هر روز هم زنا کنید و هم عبادت کنید، این گونه این معنای توبه را ندارد. توبه اون انسان توبه حقانی هست که چگونه ای که خداوند گفت توبوا الی الله توبه نصوحا، شما به سوی پروردگارتان توبه میکنین، توبه نصوح کنین، توبه ای که دیگر بازگشت به سوی گناه نداشته باشد، توبه از صدق باشد. این گونه توبه را پروردگار از شما قبول میگرداند. الحال میخواهم چند سوال هایی که نزد من است جواب اینها را انشاءالله تعجیلا میگردانیم، زیرا که بیرون هم خنک است و برادران ما و شما در بیرون البته نشستگی هستند. از این خاطر وقتی زیادی هیچ کدام شما را نمیگیریم. السلام علیکم داملای بی نهایت عزیز و گرامی برای تمام مردم تاجیکستان. ما یک گروه مخلصان آواز شما و موعظه های شما از دوشنبه در مسجد ما حاضر 75 کسیت شما وجود دارد، هر بیگاه گوش میکنیم. شما گفته بودید که من درباره کبر و حیات حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی صحبت میکنم. داملای عزیز ما به صبرانه منتظر این صحبت هاییم. خداوند شما را از تمام مهربانی هایش بهره‌ور گرداند که ما از زبان شما تا امروز فقط حقیقت اسلام را شنیده ایستاده ایم. شهر دوشنبه انشاءالله. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا خواسته باشد یعنی بعد انجام دادن این سوال و جواب ها ما یک موضوع داریم در باب عرق نوش ها و کسانی که به مردم عرق میدهند، در معرکه های خود عرق دارند. اینها در چی وعیدی سخت از جانب پروردگار است. انشاءالله این صحبت ها را بهر شما میکنیم و خدا خواسته باشد بعدش انشاءالله موضوع کبر است که همون بنده هایی که امروز تکبری میکنند، چی در نزد پروردگارشان چی در نزد بندگان خدا که خیلی هوا بلند هستند، آنها را اسلام چگونه مذمت میکند و بعدا خدا خواسته باشد از این 4 یار پیغمبر بهر شما البته صحبت میکنیم. و این برادرای هستند که یک سوالهای زیاد از دوشنبه آمدگی هست، میخوام اینها را بهر شما برسانم. سلام حاجی شیرین سخن که فخر مردم کولاب ما هستید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار کاروان. یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نی؟
درباره نیت کمی خبر میدادید. برای اینکه شخصی در مدرسه میخواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن میخواهد، در حال نیت قبول میشود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا میشود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما میخواهیم شنویم؟ از شما عذر میخواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا میشوم، این معنای او را ندارد که وای از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همون لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگر چنده که در اسلام، یعنی ما و شما میخونیم، البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم، اول احادیث های پیغمبر سر میشود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عملهای شما وابسته به نیتهای شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام میدهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به نماز جمعه آمدید، نیت شما چی نیت است؟ اگر ادای نماز جمعه باشد، خدا ثواب جمعه را به شما میدهد. اگر نیت شما برای ادای جمعه نباشد، بلکه یگان نیت دیگری داشته باشید، برای خبرگیری یگان رفیقتان آمده باشید، برای خبرگیری یگان خیش و تبارتان آمده باشید، یا برای که کو گوش کنیم در مسجد چی میگن، برده این خبرها را در یگان آدم با افلاس دیگه برسانید، یعنی نیتون چی نیتی که باشد، همون نیت در شما سزاوار میشوید. لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر، از برای هر شخص میرسد آن را که نیت میکند. اگر شما در خانه یک گاو ذبح میکنید، به مردم خام تلاش مثال تقسیم میکنید، چی ثواب کلانی دارد؟ اگر نیت شما از برای خدا باشد. نیت اگر ریا باشد، خودنمایی باشد، نشان دادن باشد، شما همون نیتی را که کردین همون سزاوار میشوید. یعنی چی نیتی که به دل شما میگذرد. لیکن در مسئله طلاق این نیت اعتبار ندارد که انسان اگر در دلش نیت کند که من مثال زن من 3 طلاق گفته، اگر به دلش همین نیت گذراند، زنی او 3 طلاق نمی شود. زیرا این طلاق و دیگر معامله های سودایی همه وابسته به نطق هستند. یعنی تا اگر زبان از زبانش نکشاید، اینجا طلاق واقع نمی شود. ببین بعضی آدمی هست که حتی 1 سال 2 سال از خانه بیرون می شود، همان زن هیچ کس طلاق گفته نمیتونه. یعنی او زن حتی که طلاق شده هم نیست تا وقتی که همین شوهر اگر همون لفظ طلاق استفاده نبره. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما از شهر دوشنبه به نماز آمدیم. ما از شنیدن امر معروف شما خیلی چیزها را آموختیم. شما در یکی از سبت‌های خود گفتید که با همسایه‌های خود خیر و سخاوت کنید و نیک باشد. ولی همسایه‌های ما پدر مرا سال 1993 در ماه شریف رمضان به یگان سبب به قتل رسانیدند. من چی خیل با ویها معامله کنم؟ خود بگویید و در حق پدرم دعا کنید و خدا شما را نگهبان باشد. حاجی مرزای شیرین زبان، نویسنده صلاح الدین. یعنی خداوند این پدر را رحمت و مغفرت کند و گورش را خدای مهربان پر نور بگرداند و این فرزنداش خدای مهربان اهل هدایت گرداند. و به این برادر ما چی گفتنی هستیم؟ البته دیگر خداوند آن سالهایی را که در اینجا این برادر یادآور کرد، خدای مهربان هیچگاه این حالتها را دیگر بالای این مردم تاجیک نآورد که خیلی حالتهای ناخوبی بود که همه ما و شما از حالتهای ناخوب این چشیدیم، خیلی آزرده شدیم، خیلی مانده شدیم
چی بی‌عدالتی ها، چی اوباشی ها البته در این سالها سر زد. الحمدلله که الحال این آرامی و این یکدیگر فهمی که در بین ماست، هزارها به سوی پروردگار شکرانه کردن در کار. لیکن این برادر باید که این همسایه هایی که به قتل این پدر این جوان دست زدگی هستند، اسلام البته همه وقت بخشش را دوست می دارد، همه وقت بخشش دوست می دارد. اگر این همسایه ها اصلاح شده باشند، امروز نمازخوان باشند، اگر امروز پشیمان شدگی باشند، باید که این برادر یعنی از گناه اینها گذرد، با اینها معامله کند همچون همسایه. چگونه که پیغمبر خدا را اگر شما جنگ احد اگر یاد داشته باشین، چی پیشانیش زخمی کردند، چی ابروهای ایشان زخمی کردند، چی دندان مبارکه، چی رخساره های مبارکه، همه را خونشار کرده بودند. لیکن وقتی که آن اسیرهای را که در این جنگ احد به دست آمده بود در دست مسلمان ها اسیر آمدند، رسول اکرم گفتند با این اسیرها معامله خوب کنید. یعنی هیچگاه امر نکرد که این اسیرهایی که اینها سبب شدن و چهره من خونالود شد اینها را همه را به قتل برسانید نگفت، بلکه با این اسیرها گفت معامله خوب کنید، زیرا اینها نفرهایی هستند که نمیدانند، آن چیزی که میکنند از روی نادانی کردند. یعنی این شخصانی که امروزم آن روزم دست مثال به قتل زدن، چی مثال خانه یک آدم حرام کردن، که امروز من میدانم بعضی از اونها را که باور کنین در قطار شما نشستگی هستند، نماز میخوانند، از همون سالها و از همون کارهای خود خیلی پشیمان هستند، خجالت هستند. انشاءالله خداوند گناه های اینها را میبخشد. خود پشیمانی را پیغمبر خدا گفته است این کفارت گناه است اگر پشیمان شده باشند. لیکن این برادر ما هم باید که گذر کند، باید که بخشش کند و با این همسایه ها معامله خوب کند. لیکن پدر ای انشاءالله از دست این گناه اگر شخصان هم که به قتل رسانیده شده باشد، این یک درجات خیلی بلند بردگی هست، باید که این هم البته فراموش نکند. یا اگر نظر کنیم ما و شما، وحشی حضرت امیر حمزه را به قتل رسانید، اما که پیغمبر بود، وقتی که ایمان آورد پیغمبر خدا با او چیزی نگفت، با او چیزی گفته نتوانست، زیرا وی دیگر ایمان آوردگی بود. من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه ثبت آواز دارم و کسیته های شما را هم میفروشم. آیا بگوید که باز کسیته های حافظ ها را هم میفروشم؟ کار من خطا هست یا راست؟ و شما چی میگوید در این باره؟ یگان سخنی بگوید. و من 100 سامان برای مسجد خیر کردم. در آخر در حق من دعا کنید تا که خداوند گناه های مرا ببخشد که خیلی بنده گناهگارم. سوال: آیا آدم های چشم میکنند میگویند که چشم او را میرسد، آیا حقیقت دارد؟ در پناه خدا باشید. حاجی میرزای شیرین سخن، نویسنده رستم از شهر دوشنبه. این یکم سوالی که مثال کسیته های دیگر حافظ ها را میفروشد، اگر اونها سرودهایی باشد که برای بگیم بهبودی اخلاقی امروزه ما و شما نباشد، یعنی اونها چنان یک طرب داشته باشند که انسان در یک هیجان بیارد، اونها را چی گوش کردن و چی فروختنشان حرام است در اسلام، اونها جایز نیستند. حتی که اگر از این گونه کسیته ها اگر استفاده برن، پول وی هم حرام است برای او. اینش حقیقت اسلام است. لیکن شعرهایی باشد که از غزلهای عبارت باشد، شعرهایی باشد که بسیار یک تربیه خوبی اگر در داخل اونها وجود داشته باشد، اینها را گوش کردن فروختن باکی ندارد. چشم حقیقت دارد یعنی البته حقیقت دارد. پیغمبر خدا گفتن العین حقون،
چشم حق است گفتند، یعنی چشم البته زهر چشم میرسد. و اگر ما و شما آخری سوره نون هم که خوانیم، تفسیر همین ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این یکاد الذین کفروا لیذقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. ان همین آیه حسن بصری میگوید که خاص در بابی چشم آمدگی هست که آخری سوره نون است، از پاره 29 از قرآن است. و حتی حبیب خدا حدیث دارد که چشم بعضی از آدمها را در قبر جا میکنند و چشم گفت از پیغمبر بعضی از اشتر را در دک جا میکنند. این حدیث پیغمبر است که چشم اشتر را در دک و انسان را در قبر جا میکند. یعنی البته زهر چشم وجود دارد، لیکن برای این مردم ما و شما مهره چشمی میگرفتند که یک بگیم کدام انسان اینا را دلالت کرد در یک شرک که خیلی گناهگار کلان میشوید. اونا هیچگاه شما را از چشم نگاه نمیدارند، شما را یگانه از چشم نگاه میدارد. شما فقط سوره آیت الکرسی را خوانین، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، در داستاتان بدمین، در تمام وجودتان مسح کنین، انشاءالله خدا شما را از تمام چشم نگاه می‌دارد. لیکن اگر شما اینا را استفاده نبرین، بلکه ما و شما چوی توغ میگیم و بعضی چوی ها را میروان از مزارها و دیگر میارن، اینها در یک باره گناهگار میشین. شما چشمی که نمیرسیدگی باشد شما در چشم میرسد، زیرا اینا بیچاره خودشون حمایت کردن نمیتونن. با اینها صاف تماما اخلاص نبندین، اینا از شرکیات هستند، شما بسیار گناهگار میشوید. باور کنید از همین صحبت های در همین مسئله ها که ما بسیار صحبت میکنیم، بسیاری گپ ها هم که به ما میرسد، میلش به ما هم که رسد، تا که شما اگر اصلاح شوین انشاءالله ما در تمام اذیتش راضی هستیم، اگر به شرطی که شما از حقیقت این صحبت ها برخوردار شوید. نکنید اینها را. دیروز یک جوان خانه آمده است، باور کن حالت او را هیچ کس هیچ تصور کردن نمی شود. خیلی حالت وزین، خیلی بیماری سخت بیچاره را فرا گرفته است. من گفتم چی تبابت کردی؟ گفت همون مزار در یک ملا هست. گفت کی که میرم، گفت از همون خاک همو یک جاروب دارد، گفت همین پشتای مده، گفت میمالد، گفت میشکد، گفت و مرا مهلت داده است که 20 روز بعد تو شفا میابی. همین دروغ ها چی لازم هستند؟ من اون جوان گفتم نخواه که تو اینقدر صحبت میکنیم و اینقدر از این خبرها خبر میتیم، تو کجا را گوش میکنی؟ اون بیچاره‌ای که در دستش جاروب دارد یا مثال تر به این کارهای شرکیات دلالت میکند و احتیاج هم 5 سامان و 10 سامانی تر دارد، اون بیچاره همه فکرش بس همون پولی ته هست و پروای شفای ته هم ندارد. شفا در دست او هم نیست. آخه بدنت میسوزد، درمند است. الحمدلله امروز بیمارخانه ها رفته در طبیب ها نشان بتین. آخه میبینی که یگان زیان است. الحمدلله امروز جوانهایی هستن که از قرآن آیت قرآن میخوانند، اونها را بیار تا که مثال قرآن قطعی تو را شفا کنند. خدا رحمت کند همین مزارها را. سلام داملای خوش زبان حاجی مرزای محترم. بعد از سلام این که من یک مادر علم دیده، من دخترم را به شوهر دادم، بعد چند حادثه رخ داد که از حکم شرعی چنان بیرون است که حتی زبانم بر گفتن او نمیپیچد. خسور این دختر با اون نیتی بد میکرده است. پسرش از این اخلاق پدر درکدار شده مدتی 4 سال است که برآمده به روسیه رفته است. بعد من به خانه دخترم رفتم، دیدم که خسور او را بوسه میکند. گفتم این چی واقع است؟ دخترم به من گفت که این نیتی بد است. برای همین شوهرم برآمده رفت و گفت که من دیگر از
خصلت بد پدرم دیگر بر نمی گردم. من دخترم را گرفته به خانه‌ام آوردم. شما عالم شناخته در این موضوع چی میگوید که 4 سال هست که دخترم در خانه هست؟ شوهرش جوابش را نداده است. آیا حق دارد که به شوهر برآید؟ شما در این باره چیزی میگفتید؟ التماس در این باره جواب مفصل دهید که ثبت کسیتوی شود که ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه، ما شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا را خدا نصیب ما کرده است. ما همیشه ثبتای شما را گوش میکنیم و از چندین راههای بد گشتیم. خدا عمر شما را دراز و علمتان را زیاده گرداند. خدا حافظ حاجی محترم. یعنی البته ما در این موضوع ها صحبت ها داشتیم. من چندین بار چی در باب ساتر، چی در باب خلوت کردن و چی در باب قبول مهمان از جانب زنهای ما و شما چندین بارها صحبت ها داشتیم. البته پیغمبر خدا به حکمت نگفتند. در حدیث های فراوان برای ما و شما خبر میدهند لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، که این حدیث ترمذی است. هیچگاه زن همراه زن هیچگاه خلوت نکند یک مرد بیگانه، زیرا یقین داند که سیوم اونها شیطان است. هیچگاه باید که زن یعنی با مرد بیگانه، چگونه ای که امروز زنهای مردم ما و شما مبتلای این بلا هستند و عاقبت به این خیلی حالتهای ناخوب دوچار می شوند که دیگر افسوس میخوریم، دیگر هیچ فایده نمی کند. این پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه حق ندارید چی برادرش باشد، چی خیش تبارش باشد، با زن در یک خانه تنها نشیند، زیرا که سیوم شما شیطان می شود. گفت پیغمبر و شیطان در هر یک رگ و خون شما بی نهایت تیز حرکت می کند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمی پیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمی پیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند و این حالت در او پیدا شده باشد. بسیار احتیاط کنید جوانای عزیز و پدرای مهربان. زن ما و شما حقوق ندارد رفیق ما و شما را مهمانی کند. حقوق ندارد که وی مرحمت گفته و به خانه درآرد، همراه او نشیند. حتی در یک حدیث پیغمبر خدا گفتم ایاکم و الدخول علی النساء، مردم گفت احتیاط کنید زنهایی که در خانه تنها باشند، شما در اون خانه ها وارد نشوید. چی گفتند در دوام صحابه ها؟ فقال رجل یا رسول الله ارأیت الحنو، بچه عمکش چی؟ بچه تقاش چی؟ همسینفاش چی؟ پیغمبر گفتن الحنو الموت. اگر اینها گفت نزدیک شود، تصور کنید که این یک هلاکت است. و اینها گفت تیزتر باز حادثه برپا می شود. یعنی اون مردی بیگانه گفت از این ده گفت بیخوفتر است، زیرا که این زن شاید که جرأت نکند که پیش این مردی بیگانه درآید، لیکن وقتی بچه عمکش باشد، بچه تقاش باشد، همسینفش باشد، این زن با طریق اولاد در نزد او رفته می نشیند، با او هم صحبت می شود. برای همین اگر ما و شما ذره ناموس اسلامی داشته باشیم نگذاریم. این جایز نیست در اسلام.
برای چی ما این سخنها را میگیم؟ این عاقبتش در ما و شما آمده رسیده ایستاده است. این فقط میتواند این مادر رفته در مفتیات مراجعت کند، یعنی اداره دادن فتوای طلاق است. این 4 ساله که این جوان و این همسرش نگاه و بین نکرده است، این در همون مفتیات اگر مراجعت کند، اون جوانها برای این خط طلاق میدهند که در این مدت وقتی که شوهر که اگر هیچ نگاه و بین از جانب او نشود، اونجا در فتوا در اونها حقوق دارند، می نویسند، در دستش می دهند. از روزی که وای می نویسد البته حکم طلاق واقع می شود. اون عده می پاید، 3 حیض کامل نگاه می کند، بعد اون می تواند که شوهر کند. این یگانه فقط همون جای حل کردنش فقط مفتیات است. السلام علیکم داملای عزیز، ما در یک پنجشنبگی اشتراک میکنیم، فقط شیر برنج میکند از حساب نارسایی هایش و یک ملا داریم، اون میگوید که پیش این شیر برنج خیزه. آیا این درست است یا نه؟ باور کنین چی برای همین ملایی که بیچاره همون یک شیر برنج در مانده است، با همون یک شیر برنج همون هجوم کرده، 5 کس 6 کس، همین حلال است برای همون ملا؟ وای ملا هم نیست بیچاره. اونا را شما ملا نگین، اونا گناهگار میشوین شما. اون ملایی که فقط پیش همون شیر برنج میخیستگی باشد و همون ملای شیر برنج است، اون ملا نیست. وای یکمش پیش شیر برنج خیستنش چی معنی داره؟ گویا که پیغمبر شیر برنج خورده باشد. در یگان حدیث نآمد از پیغمبر شیر برنج خورده باشد. پیش شیر برنج نخیزین. بلکه این ملا خوب میشد که مردم میخیزانید، از جاشو میگفت اینجا دیگر جای خوردن طعام ما نیست، بگذار بیچاره هم شیر برنجی که دارد با همراهی فرزنداش خورد. اون مادر فیراد میکرد، میفهمانید این از دستور اسلام. از حساب انمین گونه ملاها بیچاره امروز فکر میکنه مردم که همه امین مراسم ها از اسلام هستند. اینا از اسلام نیستند. اینا را انمین گونه ملاها در گردن مردم بار کردگی هستند. اسلام هیچگاه برای ما و شما وزنینی نمیخواهد. هیچگاه نمیخواهد که بیچاره به یک شیر برنج مانده باشد همون را به مردم ده. بلکه اسلام ما و شما میگوید اگر همون آب نانی که وی یافته است با مقداری که کفایت کننده برای فرزنداش است، اگر همراه فرزنداش خورد، روحی همون پدر و مادر شاد می شود. اینقدر وزنینی ها، اینقدر مشکلات ها بالای همین مردم آوردن چه حاجت است؟ اینا از اسلام نیستند.